از صبور خورشید گفتاری است از روزگار ناصران و شاعران و عالمان و دانشمندان که به موسیقی سر و کار دارند، مهر دارند و یک پاره زندگی خود را به این صنعت نفیسه بخشیدند. از صبور خورشید نور است از زندگی صاحب قلمان و صاحب دلان. با صبور خورشید باشد تا روزگار خود را آفتابی ببینید. سلام شنوندگان عزیز، راغبان ساز و راز. اینک باز در این روزهای زیبای فصل دی برنامه نوبتی از صبور خورشید شما رو به صحبت گرم و صمیمی یکی از صبوران خورشید، مردی نیکبین و معنیجو، دکتر علم‌های حقوق شناسی، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان، معاون رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، پروفسور دانیار سنگینزاده دعوت می‌سازد. ما رو همراهی نمایید. دانیار سنگینزاده سال 1985 در ناحیه زیب و منظر ورزاب به دنیا آمده است. ختم کرده فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان بوده. سال 2010 رساله نامزدی و سال 2020 رساله دکتری را حمایت می نماید. مؤلف 55 کتاب درسی، مونوگرافی و واسطه های تعلیمی، 300 مقاله علمی عمومی و یک کتاب شعری با نام تاجیکستان رشد بنما که بزرگیت بود می باشد. دارنده جایزه به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان در سوی علم‌های گومینیتری، نشانی علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، مدال جشن 90 سالگی عدلیه تاجیکستان، علاچی تلویزیون و رادیو و غیره است. اینک صحبت آماده نموده همکارمان محمد یاری زین‌الله رو با این مرد دانشمند یک جا میشنویم. خوش آمدید به صحبت. تشکر زیاد. چه حال روزگار دارید؟ شکرانه، حال ما خوب است، وقت ما خوش است، فعالیت کاری پیش رفته است. سلامت باشید. چه خبر خوش داریم از روزگارتون؟ من با یک نوید میخوام صحبت ما شروع شود. تشکر زیاد. ما به قریبی در جمهوری خلقی چین و دو شهر آن جینان و دینی بودیم. واقعا در اونجا از دستاوردهای اونجا دیدن کردیم و برای تاجیکستان نوید علمی آن میباشد که با دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی سازشنامه بین دانشگاه دولتی جینان و دانشگاه ما بسته شد و ما باز در همکاری ها به نقشه گرفتیم که در سال 2024 در دانشگاه مرکزی استحصال و تعمیر تجهیزات تکنیکی از حساب متخصصان چینی و 10 سازشنامه دیگر را بین دانشگاه به امضا رسانیم که این یکی از بردباری دانشگاه و پیشرفتی تاجیکستان نیز میباشد. از شما همین سوال پرسم که در علم بودن همین حقوق همچون علم باز شک و شبهه ها وجود دارد به اندیشه شما؟ تشکر زیاد. امروز باید تاکید نمود که علم حقوق شناسی همچون علم زمینوی نه تنها تاجیکستان بلکه تمام جهان گشته است. یعنی همچون علم اعتراف شده است. بله، این علم الهیده مستقل نظام علم‌های جمهوری تاجیکستان میباشد. خود شما مثلا چی تکان داد که شما محض در رشته حقوق آمدید؟ تشکر زیاد. ما که در مکتب میانه تحصیل می نمودیم و بعضا به حقوق پایمال کنی ها چشممون می رسید و آرزو داشتیم که من وقت حقوق شناس شویم و برای تامین عدالت، حمایت حقوق های انسان سهم خود را گذاریم و همین انگیزه اساسی حقوق شناس شدن ما است. بعدش ما یک حقوق شناسی آینده در همون مؤسسه تعلیمی چی نشانه ها داره؟ امروز دو گروهی آدمان را واخوردن ممکن است. گروه یکم نفرانی که معلومات عالی را برای کار کردن در مقامات های دولتی میگیرند و گروه دوم آدمانی که میخواهند همون دانش گرفتهشان را به دیگران در شکل تعلیم، تربیت یا که همچون آموزگار دانشگاه فعالیت نمایند. ما از گروه دوم میباشیم چون که مقصد گرفتن دانش ما باز هم به شاگردان تلقین نمودن یا اون زیاد کردن صف حقوق شناسا در کشور میباشد. یک بحثی که زیاد میونی حقوق شناسا مورد مطرح و بررسی است. چی باشه در کدام مسئله حقوقی است؟ امروز در بین حقوق شناسا اصلا بحث درباره ساحه‌های حقوق زیادتر است چون که از جانب عالمان جوان ساحه‌های حقوق نو
پیشنهاد کرده می شود و از جانب بعضی عالمان کمی سین و سالشان گذشته میگویند این ساحه نوی حقوق اعتراف کرده نمی شود یا زیر ساحه حقوق است و غیره. یعنی اعتراف نمودن ساحه های حقوق در جمهوری تاجیکستان و قسم نظام حقوقی کشور بحث است که بین عالمان جوان و میان سال یا که پیران سال دوام دارد. همین اندیشه و عقیده های مدرنی در همین علم حقوق شناسی چه جایگاه دارد؟ واقعا امروز هر نفری که از علم وطنی و علم خارجی برخوردار است برای نوشتن رساله نامزدی یا دکتری کوشش را به خرج می‌دهد و هر کسی که نوگانی را در رساله نامزدی و دکتری خود جایگیر می‌کند آن شخص مدرن است، نفری است که در علم حقوق شناسی چیزی نو را گفته است، تحولات به وجود آورده است. بله، آن چیزایی را پیشنهاد میکند که آن باعث رشد و نمو علم حقوق شناسی میگردد. مثال‌های مشخص را میگیریم. سال 2010 وقتی که ما رساله نامزدی حمایت کردیم، تنظیم حقوقی فعالیت سیاسی در جمهوری تاجیکستان بود و اکثریت عالمان حقوق شناس که آن سالها فعالیت میکردند میگفتند که این گونه ساحه جای ندارد. و سال 2012 ما کتاب درسی بار اول در کشور حقوق سیاسی جمهوری تاجیکستان را از چاپ برآوردیم و اثبات نمودیم که یک ساحه نوی حقوق در نظام حقوقی باید باشد و تا آن یکی پیشوای ملت در پیام خود عاید به سالهای رشد سیاسی هنرهای مردمی اعلان کردن سال 2018 اندیشه نکردند، از جانب عالمان آن قبول نشد و همون سالی که پیام برگزار گردید گفتن آفرین شما پیشکی علاقه میدونستید که چنین ساعت در شد. بله. علم هم همین است که باید چیزی را برای همونی که برای آینده هم همون چیز روشن‌تر شود، برای آینده بازم لازم‌تر و مهم‌تر شود. برای همین انتخاب‌های کسب شما مانع‌ها بودند؟ واقعا وقتی که در یک عائله کلان میشوی در اون عائله شاید پدر اندیشه آن را دارند که باید آینده حقوق‌شناس شوی، مادر اندیشه آن را دارند که تو باید طبیب شوی و همین حالت نسبت ما نیز جای داشت. مادر خواهان آن بودند که ما در ساحه طب تحصیل کنیم و همچون طبیبی آینده شویم، مادر آرزو داشتند که حقوق شناس شویم و همین کمی مانع هم بود، چون که من 3 سال در نزد استاد از دانشگاه طبی با آموزش فن‌هایی که برای سپردن امتحان از ساحه طب ضرور بودن از آن بهره می‌گرفتم و 2 سال اخیر با خواهش پدر و در مجموع با اندیشه خودم برای آموزش علم حقوق شناسی شروع کردم. پس این مانع نه بلکه یک بعضی نافهمی‌هایی بود که آهسته آهسته وقتی که ما با فاکولته حقوق شناسی دانشگاه ملی داخل شدیم و سال اول را با بهای 5 خوانده تمام کردیم، حالا که این نافهمی‌ها از بین رفت و گفتن که هم پدر هم مادر که آینده حقوق شناس خوب میشی و شکرانه با دعای پدر و مادر به این روزها رسیدیم. بعد از ختم کردن دانشگاه همین سوال در ذهن شما بود کجا کار کنم یا من چیکار کنم؟ من یک حادثه واقعی رو نقل میکنم که این برای من خیلی وزنینم افتاده است. در دهه‌مون یک جوانی بود که اون پدرش خیلی مرد ثروتمند بود و گفت که شما از عائله میانه حال هستید، در فاکولته حقوق شناسی داخل میشوی، شاید که پورا خوانده نتوانی یا که اگر پورا خوانده توانی شاید که صاحب جای کار نشوی و همین اندیشه من رو سال اول خیلی تشویش میداد. اما دیدم که با دانش خود میتواند انسان صاحب بهای اعلی گردد، یگان مانعات پیش او را نگیرد و با همین مهنت و زحمت‌های خود سالی که ما تمام کردیم 2 جا انتخاب جای کار شد، یکی همچون آموزگاری دانشگاه ملی تاجیکستان در فاکولته حقوق شناسی، دیگری سپاریدن یا که به کار درآمدن به پروکراتوری گنرالی جمهوری تاجیکستان. و من با پدر صحبت نمودم، پدر که آموزگار خودشان هستند گفتند که کسب آموزگاری کسب شرف است، انتخاب کو در فاکولته همچون آموزگار باقی مون. یعنی هر کسی که مهنت حلال میکند دانشمند است، اولا با مشکلات روبرو میشه و بعداً همون همت همون برکتی خواندهش رو میگیره. شما با کدام حقوق شناسی با نفوذ رابطه داشتید؟ همچون یک حقوق شناسی آینده که زیادتر میخواید که همون محیط برای خودتان تأمین نمایید تا آسانتر شد بیشتر از قبل با توانید که فعالیت کنید و من شناختی حقوقیتان زیاد شود. ما که امروز دکتر علم حقوق شناسی پروفسور هستیم، اعضای شورای دیسرتاسیونی ساحه حقوق میباشیم، با همه عالمان زبردست ساحه حقوق سر و کار داریم و با آنها همکاری نیز داریم. من میخواهم یک قطار نام‌های را گیرم که آنها همچون پیشبرندگان علم حقوق شناسی امروز در کشور اعتراف میشوند. اولا محمودزاده محکم اعظم، اکادمیک اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بعدا رحیمزاده محمد زبیر، عضو وابسته اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، بعدا نصرالدین زاده امام علی، عضو وابسته اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان. این چنین عالمان زبردست دیگر تقای نظر شریف، شریف تقدیرشاه،
عزیزوف عبیدالله و دیگر استادانی که امروز در علم حقوق‌شناسی همچون پیشبرندگان علم حقوق‌شناسی، الیت علم حقوق‌شناسی شناخته میشوند، استادان ما هستند و ما با آنها رابطه زیج داریم. از قبل هم با اینها شناسایی داشته با ذکر شده ها. این نفرانی میباشند که در زمان تحصیل در فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی به من درس گفتند، استادان من است. از قبل محیطی که میخواهی در آینده کار کنی، یعنی پیشکی همون محیط باید تامین کنی. هر نفری که امروز میخواد در جامعه در ساحه موفق شود باید در محیط عالمان، استادان زبردست عذاب کشد، تحصیل کند، مهنت کند و به یک چیز نائل می شود. ایام دانشجویتان را با چی یاد میکنید؟ یعنی با خرسندی ها یا افسوس؟ ایام دانشجوی ایام طلایی است. ایامی هست که انسان غیر از خواندن از همه زحمت های دیگر دور است. تنها یک مقصد مانده که سری وقت به درس ها حاضر شوی، سری وقت سنجش ها و امتحان های خود را گیری و سری وقت به وقتی تحصیل روی. یعنی ایامی است که زود میگذرد، انسان تیز آن را پیخست نمی کند و همون ایام در آینده انسان همچون موقع استوار و رخشنده باقی میماند. یک افسوسی که از همون ایام دانشجویی دارید، مثلا شاید اگه امکانیت استفاده نبردید، اون یک افسوسی که حالا در ذهن شما چرخ میزنه چی باشه؟ واقعا افسوسی که امروز هست و من میخوام آن رو در عین حال برطرف کنم، ناموختن زبان‌های خارجی است. در اون دوره در زمان دانشجویی ما وقتی که از مکتب میان آمدیم انتخاب کردیم زبان عربی را و امروز بعد از ختم اندیشه دارم که ما باید زبان انگلیسی هم فرانسوی و هم آلمانی رو در همون دوره ها باید که در سطح عالی از خود میکردیم که امروز برای آموزش آنها وقتی خود را صرف نمیکردیم. برای خودتون یگان وقت تصمیم داشتید که در خارج کار کنید؟ من صدقاً بیان میکنم مقصد اساسی من در وطن خودم کار کردن و به همین وطن و به همین خلق خدمت نمودن است. تصمیم دارم به خارج رفتن تنها به یک مقصد و سفرهای خدمتی برای تکمیل اختصاص و غیره. سفر کاری. بله. از مشاهده هاتون در خارج کشور چی آموختید؟ در خارج کشور من زیادتر به آموزش تکنولوژی معاصر، پیشروی ها در سمت تکنولوژی و تکنیک را دیدم که میخوام در تاجیکستان نیز همون پیشروی ها در سطح عالی موافق مقصد و شرایط ما تطبیق شود. همین رسالت میگوییم ما. به اندیشش من رسالت شهروندی هر یک ما باید یک خیل باشه یا به طور همون کسبیت هم باشه؟ چی باشه؟ من اندیشه دارم که رسالت شهروندی انسان باید در دو قسمت باشد. اولا همچون شهروند تاجیکستان وطن دوست باشد، برای وطن خود زحمت کشد، برای پیشرفت آن سرمایه‌گذار باشد و دوم رسالت کسبی است. مثلا رسالت کسبی من همچون آموزگار تربیت نمودن شاگردان دانشمند جوابگو به طلبات بازار مهنت است که آنها توانند در همه ساحه‌ای که رفته کار میکنند با اختصاص خود، با دانش خود مسئله های مبرم را برای رشد منبع فعالیت کارخانه و دولت حل نمایند. حالا شما چون معاون اول رکتور در دانشگاه دولتی آموزگاری هستید، همین شما اختصاص‌های را برای مانده اید که با بازار مهنت امروزه 100% جوابگو باشه؟ تشکر زیاد. امروز در دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان بدون سدنی عینی 79 اختصاص در بکالوریات و 27 اختصاص در ماجستراتور و دکتر پیشدی جای دارد که آن اختصاص‌هایی میباشند که برای آینده جمهوری تاجیکستان، برای پیش بردن ساحه آزادی تاجیکستان ضرورند و دانشگاه آموزگاری که اصلا به تیار نمودن آموزگاران مشغول میباشد با آن روانه شده است که آموزگاران داننده زبان‌های خارجی، آموزگاران بلد از کسب خود باشند و همه فعالیت ما با آن روانه شده است که همه اختصاصات مبرم و برای تاجیکستان عزیز ضروری و احتیاجمند باشند. هر وقتی که اگر شما با دانشجویان بنشینید، چون شما درس میگویید، همین به اندیشش یک حسی جوانی بخشیدن میتواند به شما؟ واقعا امروز که ما به سن قریب 40 رسیده ایستادیم، وقتی که به سن خانه وارد میشیم و در آنجا نفرانی از 18 تا 23 نشستن، اولا زمان دانشجو به یاد انسان میبیاد، البته دل انسان جوان میشد، بعد خواهید نخواهید به هر محیطی که وارد میشید همون فضا تاثیر بخش است. فضای دانشجویی، فضای جوانی روحیه تازه به آموزگار میبخشد و اون یک قوتی است که برای پیشبرد فعالیت تعلیمی سهم کلان دارد. شعر هم می نویسید، این چی تقدیر دارد؟ اگر ساده کرده گوییم چی شما را شاعر کرد؟ من اندیشه دارم که اولا محیط تربیت یافته من،
محیط اویلوی که بابایم شعر می نویسند، پدرم عین حال شعر می نویسند و من نیز کمی هم شاگرد شعر می نویسم. و دویم طرف مسئله اون است که هر کسی که زاده ناحیه ورزاب است اگر شعر ننویسد اون باد و هوا، اون فضای خوب، اون دریای تماشا کردنی تاثیر بخش است و اون باعثی با وجود آمده اینها شاعری میکرد. یعنی بندشش ما همین شعر گفتن باید در همه لحظه باشد، یعنی بندشش ما شاعر باید دریای باشد در همه لحظه شعر گفته تواند یا شعر اومده رو گوید شاعر. من همچون شاگرد شاعر میگویم که دو لحظه ایجاد است. یکم لحظه خدادادی، یعنی اون لحظه که از پیدا می شود یک ایجادیاتی و میخوای که تیز نوشته گیری، و دویم لحظه فرمایشی یا که لحظه که خودت میخوای در موضوع نویسی گرچند که الهام خدادادی هم نباشد، پیدا هم نشود، کوشش میکنی که کمی هم نویسی و اندیشت رو بیان کنی. یعنی هر دو موقع دارد در بله، برای شاعر نفری که کم الهام شاعری دارد هر دو حالت باعث ایجاد شعر میگرد. بیشتر شعرهای شما چی انعکاس میکنه؟ اکثرا من صدقاً بیان می نمایم شعرهایی که تا آمدن به دانشگاه آموزگاری می نوشتم آنها شعرهای وطن دوستانه و در وصف پدر و مادر بودند، یعنی شعرهایی بودند که دارای خصوصیت‌های سیاسی بودند. و وقتی که به دانشگاه آموزگاری همچون معاون رکتور عاید به کارهای علمی آمدم، از محیط دانشگاه دیدن نمودم، از رسالت آموزگار باز پرتر برخوردار شدم و به نوشتن شعرهای پندآمیز، شعرهای آینده بخش، شعرهای حتی میگوییم که عشقی شروع کردم. همین شعرهای عشقی میگوید اگر گوید از قلب خودتان است یا برای عموم است؟ شعرهای عشقی الهام از دید زیبایی است. یک زنی زیبا، یک بانوی زیبا الهام انسان را می‌بیارد که درباره همین زیبایی شعر نویسد. اما خصوصی هست یگانچه از نهاد شما باشد و مثلا در همون شعر همون عشق شما عیان شود، همون محبتی که شما دارید همون در شعر میدهید یا نه به طور عموم میگوید؟ اکثرا خصوصیت عمومی دارد که حس افاده زیبایی در شکل عموم است. اولین کتابتون نشر شده بود چی فکر کردید؟ اولین کتابم واقعا سال 2019 چاپ شده است و در آن 30 غزل من جای دارد که آنها چنانه که پیشتر گفتم احترام به وطن، دولت، پدر و مادر است و آن شعرهای بودند که ایجادیات ما رو در فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی بیدار کرده بودند، افشا نمودند. در شعرهای وطن دوستانه میتوانیم اونگونه ما وطن رو وصف کنیم که نه تنها وطن خودمون رو، جهانیان رو حتی بفهمونیم که وطن چی است. تنها وطن خودمون رو نه، یعنی مردم دنیا رو وطن دوست کرده میتوانیم. بله، اگر شعر درباره وطن دوستی باشد، اگر شعر درباره حس احترام به انسانیت باشد، آن خصوصیت عمومی جهانی دارد. اینجا صحبت چی سرود گوش کنیم؟ سرودی باشد که در واسه تاجیکستان عزیز برای روح بلند نمودن هر یک شهروند تاجیکستان صدا بیاد. میشنویم صحبت رو در قسمت دوم ادامه میدیم. صاحب این وطن، صاحب این وطن، صاحب این وطن، نه مهمانم از همه جای تاجیکستانم، از همه جای تاجیکستانم، من زرفشانی بدخشانم، من بدخشانی زرفشانم، این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم، این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم، چون که در پیکری وطن جانم، رشته پیوندی تاجیکستانم، چون که در پیکری وطن جانم، رشته پیوندی تاجیکستانم، رشته پیوندی تاجیکستانم.
نیست فرزادگاه و مأمن من، طلوعی آفتابم از رخش است، گرمی روزگارم از وحش است. این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم. این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم. چون که در پیکر وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم. چون که در پیکر وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم. ریشه پیوندی تاجیکستانم. گر به فرخار خوانم آوازم، میرسد تا فراز دروازم. من ز کولاب و حصار و فیض‌آباد، 7 پشت و 1001 اولاد. خانه ام در کنار جیهون است، نور فانوس من زراغون است. ساوری دست من ز سررز است، از زلالی حیات لبریز است. هر چناری وطن برادری من، بوته نرگسش چو خواهری من. چون پدر تکیه داری من کوهش، آفتابش بسر چو مادری من. صاحب این وطن، صاحب این وطن، صاحب این وطن. نه مهمانم، از همه جای تاجیکستانم، از همه جای تاجیکستانم. چون که در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم. چون که در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم. چون که در پیکری وطن جانم، ریشه پیوندی تاجیکستانم. این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم. این همه بند پیوندم، در دوشنبه دیار دل بندم. در دوشنبه دیار دل بندم، در دوشنبه دیار دل بندم. از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من که یار خورشیدم. شعله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم. شنوندگان عزیز، شما ادامه صحبت ما را با دکتر علم‌های حقوق شناسی پروفسور دانیار سنگینزاده میشنوید. قسمت دوم برنامه ما سوال جوابی کوتاه است. قهرمانی برنامه را میباید که با سوال کوتاه ولی پرره جواب گوید. 100 رو یکی گفته تواند. اگر موافق باشید با دلیل پرره کنید، اگر انکار میکنید با فکت و ارقام. اجازه داریم برای پیشنهاد سوال؟ بله. آفریدگار همه ما را به یک مقصد آفریده است که زندگی کنیم، یا آفریده است تا به مقصدهای خودمون زندگی کنیم؟ من اندیشه دارم که آفریدگار انسان را برای سنجش آفریده است که در این دنیا کاری خیری را به سامان رساند که تواند در اون دنیا جواب او را داده.
چرا شکستن دل صدا ندارد؟ برای آن که قلب انسان بسیار نازک است و صدای آن را خود انسان میشنود. تمام. یک دعایی که امروز نفعش را دیده استودید. دعایی که پیشوای ملت گفتن تاجیکستان به پیش. از چی واقعه ها بسیارتر خوشتان می آید؟ از خرسندی دوست، از پیشرفتی اعضای عائله و صلح و ثبات تاجیکستان عزیز. چگونه عمل انسانی را همه وقت محکوم میکنید؟ کینه گرفتن، غرضمندی و دروغ گفتن. با یگان کس کینه ندارید؟ دلم صاف است و کوشش می نمایم که آدم بد را به خدا سپاریم. چرا چراها وجود دارند؟ برای آن که انسان به همه سوال جواب گفته نمیتواند. با یک سوالی که بسیار سرگردانید، سرسانید، چی سوال باشد؟ چرا همه انسان دلصاف نیست؟ در چه جواب کمی هم باشه موافقید؟ چرا از موفقیت خود انسان تا به آخر قانع نمیشود؟ حس قناعتمندی در چه چیز هرگز باید لازم نباشد؟ در رشد و نموی کسب و تاجیکستان عزیز. از همه زیاد از آفریدگار چی تقاضا کردید؟ عمر دراز با برکت پدر و مادر، فرزندان و اهل تاجیکستان. یک روی اگر کنید در چی میکنید؟ در تربیت شاگرد و سختگیریان به موفقیت رسیدن. خوشامد زنان را چگونه نفرین میکنید؟ نفرانی میباشند که آینده درخشان ندارند. این دورویه ها هر دورویشان رو یک خیل نشان میده باشن به اندیشه شما یا در همون هم بی‌عدالتی؟ دارای نقاب های گوناگون هستند که در پیش هر نفر هر گونه نقاب خود را میمانند. وقتی یک طبیعت زیبا را میبینید که بسیار زیبا است چی اندیشه میکنید؟ شکر خداوند بزرگ و مهربان که چنین زیبایی را آفریده است. این که عمر را به هر چی تشبیه میدهند، یکی به دریا، یکی به باد، یکی به خانه دودر و بهار و دیگر، این زندگی به تشبیهات چه مناسبت دارد؟ زندگی مرکب است و هر انسان با نظرداشت دانش و درک خود آن را بها میدهد. من مثلا همچون وقتی گذران. با سرعت چرخ فلک چند اندیشه دارید؟ بسیار تیز میگذرد که انسان نمیتواند همه آرزوهای خود را جامعه عمل پوشاند. یک آرزویی که هنوز دارید؟ آموختن 5-6 زبان خارجی و در سطح عالی برآمد نمودن با آن. از تمام سیاستمداران دنیا چی طلب دارید؟ چی میخواهید؟ جنگ را از بین برند و دائما صلح را پایدار نگاه دارند. بدون گفتن کلمه صلح، دوستی، این چیزا ما میتونیم صلح را، مناسبت را، دوستی را به وجود بیاریم؟ بدون گفتن و تطبیق نمودن هیچگاه آن جاری کرده نمیشه. آرامش درونی دارید یا نه؟ بله، هنگام نوشت شعر. کدام وقت از خودتان بیزار میشید اگر باشد چنین حالتها جای ندارد؟ در لحظه های تنهایی بسیارتر به چی فکر میکنید؟ با ایجادیات نو در ساحه حقوق‌شناسی و الهام شاعری که شعر نو ایجاد شود. سکوت عاقلانه چگونه سکوت است؟ سکوتی که به جواب ابله یگان سخن نمیگردانی. فریاد میکنن خیرتمندا؟ فریاد میکنن تنها برای خیرتمند نمودن شخصان دیگر. مردم دنیا را به چی دعوت میکنید؟ با یکدیگر فهمی، انسان دوستی و استوار نگاه داشتن صلح و ثبات. هر اتفاقایی که به سرتان آمد خودتان مقصر بودید یا واقعا هم تقدیرتان چنین است؟ بعضی آنها از تقدیر وابسته است، بعضی آنها از عملهای ناخوب خودم است. چگونه انسان‌ها شما را نگران میکنند؟ انسان‌های درویه، انسان‌های دروغگو، انسان‌هایی که به دوستی باوری ندارند. به همه گونه اثبات‌های علمی باور دارید یا به یگان شک دارید؟ در ساحه علم حقوق‌شناسی بعضی آن را مقبول می‌حسابم و با بعضی آن بحث می‌کنم. جزا دارید؟ اگر داشته باشید با کیها؟ جزا ندارم، اما به خداوند نفری بد را میسپارم که خودش میداند چگونه جزا دهد. از خودتان در چه چیز زیادتر سرطلبی دارید؟ در تربیت فرزند، نوشتن کتاب‌های نو و تشکر دادن کسبیت. وای به حال کیها؟ وای به حال نفرانی که خاک میپوشند به چشم انسان، لگنبرداری میکنند و به منفعت شخصیشان دروغ زیاد میگویند. جوانمردی مکتب آموزش داره یا واقعا این صدقی است، این از قبول معین است؟ جوانمردی مکتب آموزش دارد، چون که تجربه انسان خودش آموزش جوانمردی میباشد. جوانمردان را یک وصف کنید، چه خیلی وصف میکنید؟ جوانمردان نفرانی هستند که آینده درخشان دارند، نام نیکشان باقی میماند و شاید بعضی از آنها قهرمان تاجیکستان میگردند. با مادران و پدران جوانمردان چی گفتن میخواهید؟ تشکر به شما که چنین فرزندان را تربیت نمودید و توانستید که واقعا در محیط عائلوی با خصوصیت‌های نیک انسانی آنها را هدایت سازید.
همیشه به اندیشه شما همین چراها وجود دارند یا چراها هم برای یکان زمانی هستند؟ من اندیشه دارم که آنها مهلت دارند، زمان دارند، دائمی نیستند. عقل مست می شود؟ شاید که نداشته باشد. خردمند یگان معیار معین دارد؟ بله، خردمند با یک قطار طلبات ها باید جوابگو باشد. یکم وطن دوست باشد، دوم دانشمند باشد، سوم زباندان باشد، چهارم با احترام و خاکسار. انسان خوب گفتن می توانید آن را که ضررش به دیگران نمیرسد گرچند که نفعش نمیرسد. بله، انسان خوب است چون که ضرر به کسی نرسانده است. چرا همیشه قیاس ناشونده میدونید؟ پدر و مادر، برادر و خواهر، خویشاوندان نزدیک، همه را یک خیل دوست داشتن امکان دارد؟ دلی وسیع باشد امکان دارد. افسوس از ناگفته ها یا از گفته ها؟ واقعا حالتهایی می شود که انسان در زندگی شیر خام خورده است و یگان خطاگی دست می زند و افسوسش در آن است که اگر عذرخواهی نکرده باشد. چه رنج دارید؟ رنج اساسی ما تربیه درست فرزند و به وطن و ملت، حمایت کننده وطن و ملت تربیت کردن است که آیا ما از عهده همین وظیفه میبریم یا نه؟ ما انسان ها از خوشبختی زیاد از خود میرن یا از موفقیت زیاد؟ از نافهمی انسان از خود میرد. اگر دانشمند باشد هم موفقیت و هم خوشبختی آن را نمیتواند تغییر دهد. گمراهی در علم چگونه گمراهی است؟ وقتی که دانشی مکمل ندارید و با بحث روبرو میشوی و بحث میکنی. بحث را در کدام خصوص دوست نمیدارید؟ به اساس باشد. در چی موضوع هرگز گپ زدن را نمیخواهید؟ در موضوع خائنان دولت و ملت، چون که ارزنده سخن نیست. با آنها چی جزا دارید؟ باید دولت جزای آن را دهد و آنها باید که یک عمره از آزادی محروم کرده شوند. یگان دروغی گفته بودید که به نفعتان بود. انسان در زندگی دروغ میگوید، اما دروغ‌های ما به ضرر ما شد و خلاص. همه گونه باور رو اعتراف میکنید یا یگان باور رو شما همیشه به دل یا به زبانتان انکار میکنید؟ هر اون چیزی که دل گوید که با آن باور کردن در کار، با آن من اعتراف دارم. هر اون چیزی که از سر میآید یا کسی میگوید اعتراف نمیکنم. از راز فرد یگان چی میدونید؟ خداوند خودش میداند که هر انسان در کدام راه است و نصیب و تقدیرش چی است. کدام اندیشه‌تان هنوز ناکامل مانده است؟ اندیشه من آید که چرا همه یک خیله خصلت و گفتار و رفتار و کردارش یگانه نمیباشد. این که همه یگانه است به طور خود است چی معنی دارد؟ یعنی همه ما برابر نیستیم از لحاظ ظرفیت، دانش و همیش. این دلیل چی است؟ دلیل تنگدلی، دلیل بدمست شدن، دلیل نافهمی و بیسوادی. در کدام لحظه از خودتان حمایت نکرده بودید؟ در لحظه هایی که دانستم که نفری از حمایت من رو به سامان میرسانه و خودم قدرت ندارم. حمایت دانشمندا به اندیشه شما هنوز از همدیگرشون حمایت میکنن یا نه؟ در علم واقعا حالتهای جای دارد که در اکثریت حالتها یکدیگر را حمایت میکنن، اما بعضا منفعت‌های غرض شخصی است که مقابل یکدیگر نیز عمل میکنن. اثبات‌های علمی مکملن یا هنوز همشون نامکمل موندن؟ اثبات‌های علمی قسماً مکمل و قسماً نسبی میباشد. در علم اثبات شده است که علم به نهایت است. بله، علم مانند بحر است که از آن انسان تنها قطره گرفته میتواند. اما چه خیلی ثابت شده است؟ یگان ثابت علمی دارد که به نهایت است. من اندیشه دارم که هم دانش‌های اسلامی هم دانش‌های دنیوی آن را تصدیق کرده است. در کدام خصوص شما بسیارتر صحبت کردن را دوست دارید؟ در خصوصی هم که چرا حالا هم انسانیت نمیتواند بعضی از بیماری‌ها را تبابت کند. با کیا دلتان میسوزد؟ به نفرانی که از دروغ و از بهتان و از گمراهی بعضی ضرر میبینند. درباره یگان کس کتاب مینویسید یا نه؟ کوشش داریم که درباره استاد ما رحیم‌زاده محمد زبیر که دست ما رو در علم راست کردند و نامزد و دکتری ما در راهبر بودند کتابی نویسیم. به اندیشه شما با ارمان زندگی کردن خوبتر است یا به ارمان؟ انسانی که ارمان و آرزو و مقصد ندارد و نمیتونه خوشبخت باشه. به اندیشه شما بودن کسانی که به افسوس زندگی کردن؟ انسانی که عملش نیک است، سخنی بد نمیگوید، نفری را سخاوتمندی کرده، دستگیری کرده است، به کسی ضرر نرسانده است و به افسوس میتواند زندگی کند. با کیها از این منبر سپاس میگوید؟ با پدر و مادرم، با استادانم که ما را توانستند تربیت کنند به این روزهای نیک رسانند. احسان در مجموع با کیها؟ احسن با پیشوای ملت که تاجیکستان ما را به صلح و ثبات آوردند و امروز ما در فضای آرامی زندگانی به سر میبریم. این جوان مردا به چه ارزش ارزندند؟
به نام نیک برای آینده ابدی ملت. پشیمانی دارید از عملهای نکرده؟ بله، چنانه که پیشتر بیان کردیم، چرا در وقتش با زبانهای گوناگون آموزش نکردم. از ناشده ها چی؟ فریاد است، گیله است یا روزگی دارید که نشدن؟ زندگی در پیش است، خدا قوت ید سلامتی باشد، جامعه عمل می پوشانیم آن ناشده ها را. چی معنی دارد خواب در چشم شما؟ خواب آرامی، آسودگی و قوه نو گرفتن برای روزی منبت. وقتی سحر میخیزید اول اندیشه که به ذهن شما میآید چه اندیشه باشد؟ تکرار است یا گوناگون است و هر روز برای خودش مثلا گوناگون اندیشه دارد یا هر سحر یک اندیشه دارد؟ هر سحر اولین اندیشه که در سر من میاد شکر خداوند که امروز صحت سلامت از خواب برخاستم. ما انسان ها باید چه خطایی رو همیشه و هرگز نبخشیم؟ خیانت را. با چه اندیشه دای مقابل می استید؟ با اندیشه آن که چرا آدمانی دانششان سست و آدمانی دلشان سیاه بعضن به مقصد خود میرسند. با اندیشه شما این آنهایی که حالا بد اخلاق هستند روز امام انتظار باشیم که اینها خوش اخلاق و با معرفت در جامعه میتوانند باشند؟ خداوند انسان را برای آن آفریده است که از کمبودی خود عبرت گیرد و اصلاح شود. مقصد همه گونه عمل اصلاح است. اگر اصلاح شود میتواند. سلامت باشین. شاد شدیم از صحبتتان. سخن یادگاری شما چی است؟ سخن یادگاری ما اون است که همه ما و شما را خداوند صحت سلامت نگاه دارد. پیشوای ملت ما محترم امام رحمان دائما راهبری همین کشور باشد. سلامت باشید، موفق باشید. یگان سوالی بود که نگرانتون کرده باشد؟ یگان مشکلی نبود، سوالای پر و منطقی بود. موفقیت در کسب و کارتون. تشکر زیاد. در برنامه نوبتی از تبار خورشید شما صحبت ما را با نایب دیرکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان بانام صدرالدین عینی دانیار سنگینزاده از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. جان من از تبار خورشید است، جسمم از پود و تار خورشید است. در وجودم به تیرگی ره نیست، شهرگم رهگذار خورشید است. مستیم از شراب ناب نور، پرتو از نوار خورشید است. مشتریوار دور من گردد، دور چشمم مدار خورشید است. خامه‌ام را چو مه عصا گردد، دفترم کولبار خورشید است. عشق من مثال مولوی با شمس، هستیم وامدار خورشید است. از تبار خورشید است. شنیدید شنوندگان عزیز، چه صحبتی آموزنده و جالب و شنیدنی بود. اصلا صحبت با چنین انسان‌ها مانند مرد دانشمند دانیار سنگینزاده کس را آگاه و بیدار می‌سازد، به اندیشه می‌کشد. وادار می‌نماید که ما نیز کاری را به سامان رسانیم که مانند آنها وطن دوست و میهن پرست و در پیشرفت جامعه سهمگذار باشیم. باور داریم صحبت به شما پسند آمد، زیرا صحبت صاحب دلان همیشه خوش است. اگر چنین است ما خود را به هدف رسیده می حسابیم. با همین نیتوی نیک می رسیم به فرجام برنامه نوبتی از تبار خورشید. آن رو برایتان مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان صنعتی صدرالدین، صحبتارو محمد یاری زین‌الله آماده و پیشنهاد کردند. خوش باشید. صحبتی صاحب دلان باید خوشم، زندگی دل نشان باید خوشم. صحبتی صاحب دلان باید خوشم، زندگی دل نشان باید خوشم. در میان اخترانی به شما چشمهای مهربان باید خوشم. در میان اخترانی به شما چشمهای مهربان باید خوشم. در کنار مادرانی بختیار خنده های کودکان باید خوشم. در بهاران روی بام و پشت ها
خوشم بادی باران روی گل برگی تره سایه تیرو کمان باید خوشم بادی باران روی گل برگی تره سایه تیرو کمان باید خوشم آتشی هرچند می سوزد دلم سوختم چون سودیان آید خوشم آتشی هرچند می سوزد دلم سوختم چون سودیان آید خوشم در جهانی نظم و دنیای سخن شاعری رنگین بیان باید خوشم در جهانی نظم و دنیای سخن شاعری رنگین بیان باید خوشم صحبتی صاحب دلان باید خوشم زندگی دل نشان باید خوشم صحبتی صاحب دلان باید خوشم زندگی دل نشان باید خوشم در میانی اخترانی بشمار چشمهای بیروان باید خوشم در میانی اخترانی بشمار چشمهای بیروان باید خوشم بادی باران